سلام و درودی به پایان با کل برادران با کل هموطنان. امروز تئاتر اوهورون ماتم دارد. نه اینکه تئاتر اوهورون، کل تئاتران تاجیکستان. امروز یکی از معلمای مهربانی ما، یکی از اکتریسه های ناتکرار این دنیای فانی را پدرود گفتند. صباحت قاسمова، معلمای مهربانی ما. خیلی همتون میشناسید صباحت قاسمова را و بازم برای اون نفرایی که جوان هستند و نمیدونند، صباحت قاسمова خواهری شادروان مقدس نبیова بودند و زنی شادروان فاروق قاسمov بودند. زنی فاروق قاسمov بودند و خواهری مقدس نبیова. این هم بری مقدس نبیова رفت، آن هم بری شوهرش فاروق قاسمov رفت. خداوند جای همه او را جنت بگردونه. خداوند بزرگ حوض کوثر سیراوشان بگردونه. پاک و پروردگار را جاشان جنت بگردونه. معلمای مهربان، معلمه قطع به حد یادداشت‌های زیاد دارم. وقتی که خدمت اومده بودم، معلمه تگ دست معلمه دا کار میکردم، کار و فعالیت میکردم. حضرت یوسف کار میکردیم. در یادم از خاطرات زیاده هم کورسام هستن و فقط در فرصت مناسب استفاده برده همه میگم که دعا میکنیم جاشون جنت شود. خداوند بزرگو قیامت نزدیک انشالله که بود در دنیا و میخریم. و معلمای مهربان در سن 71 سالگی این دنیای فانی را پدرود گفتند. در سن 71 سالگی جاشون جنت شود. خداوند بزرگ الهی آمین. اللهم اغفر لی ولی والدی و الاستاذ و جمیع المؤمنات و المسلمین و المسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر، الله اکبر. خداوند بزرگ جاشون جنت کنه، مردامون جاشون جنت کنه و زندهامون عمر درازی به توفیق عطا کنه. سربلند، خانه آباد، در حرمت همدیگر باشید، قدر همدیگر را بدونید. دوستان عزیز، این دنیا هیچ گپ نیست. اینو ببینید که این روزا چی گپ و چی خبر شده. خداوند بزرگ جاش جنت شود. صباحت قاسمова در سن 71 سالگی از دنیا درگذشت. باقی پناه همه شما به خدا، دوستان، برادران، همکورسان و شاگردان معلمه دا، پیوندای معلمه را خداوند بزرگ صبر جمیل عطا کنه. خدا نگهبانتون.